تارا یوسفی خواننده کرد زبان ایرانی که در اربیل عراق ساکن هست ترانه‌هایی میخونه به زیبایی اورامان، ترانه‌هایی میخونه که دل آدم رو میبره به کردستانی که سرشار از زیبایی و سرشار از خاطره‌های بسیار 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 ناب و درجه یکیه که همه کسانی که روزگاری گذرشون افتاده به کردستان با خودشون در قلب و جان و وجودشون حفظ کردن.